مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 25 مای سال 2022 درباره یک مورد برای این جمهوری نادر و انگشت‌شمار مجازات یک کارمند مسئول برای رسیدگی نکردن به شکایت‌های ساکنان جزا دادند. دادگاه ناحیه عینی یاردمچی دکتر سانیتاری شعبه کمونالی این ناحیه اسکرعلی حسنوف را برای چنین خنک نظری 960 سامانی جریمه بسته است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات دادستانی کل، دادستانی ناحیه عینی ولایت سوخت به طریق نظارت عمومی آلت رعایت و اجرای طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی را در حدود این ناحیه مورد سنجش قرار داده است. سنجش نشان داد که حسنوف اسکرعلی از ماه سپتامبر سال 2014 این جانب در وظیفه یاردمچی دکتر سانیتاری شعبه کمونالی ناحیه عینی فعالیت نموده طلبات‌های قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی و دیگر سندهای معیار حقوقی به تنظیم درآورنده این ساحه را دغلانه ویران نموده است. چنانچه او همچون یاردمچی دکتر سانیتاری شعبه کمونالی مرکزی نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه مراجعت ساکنان دهه عینی جماعت دهات عینی ناحیه عینی سیدوف، نظاموف و پولوانوف از سحنه 22 نوامبر سال 2021 آید به حاجتخانه در گرد و اطراف منزل استقامتیشان بوده مراجعت ساکنان دهه مرزش جماعت دهات انزاب ناحیه عینی مسافروف آید به پرتوف‌های در گرد و اطراف خانه‌اش پرتافته شده از سحنه 26 ایون سال 2021 و مراجعت ساکنان دهه عینی جماعت دهات عینی ناحیه عینی شو شریپوف از سحنه 15 ژانویه سال 2022 آید از جانب همسایگانش ساختن حاجتخانه را در دوام زیاده از 3 ماه تا 10 ماه بررسی نکرده به مؤلفان آن جواب نگردانیده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی این نهاد میگوید طبق طلبات قسم دوم سرخط 4 و 8 ماده 17 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی مقامات و یا تشکیلات بررسی کننده مراجعت عهده‌دار است که از روی مسئله ها در مراجعت گذاشته شده به شخصان واقعی و حقوقی پاسخ خطی گردانیده و دایر به نتیجه بررسی مراجعت به مراجعت کننده اطلاع دهد. همچنین طبق ماده 25 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی شخصان واقعی و حقوقی برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور با ترتیب مقرر کرده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده میشوند. دادستان ناحیه عینی نسبت به اسکرعلی حسنوف بر اساس ماده 87 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری گشوده دادگاه ناحیه عینی با قرار خود از 18 مای سال 2022 حسنوف را به اندازه 15 نشان دهنده برای حسابها برابر به مبلغ 960 سامانی به فایده دولت جریمه بسته است. موردهای برای صرف نظر کردن شکایت‌های مردم به جوابگری کشیدن مسئولان و منصبداران در تاجیکستان انگشت شمار است. به این دلیل بسیاری ها کوشش میکنند که راست به پرزیدنت امامعلی رحمان رئیس مجلس ملی رستم امامعلی و یا به رهبر دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعت کنند. ساکنان امیدوارند که در چنین صورت منصبداران محلی شاید بترسند و به مراجعت آنها رسیدگی کنند.